خب ما اومدیم به منزل آقای یاوری و الان هم در خدمت دختر خانومشونیم که الان تو این خونه سکونت دارن و یه سری سوال می‌خوام ازشون بپرسیم. خانم یاوری، این خونه برمیگرده قدمتش به چند سال قبل؟ نوشته که قبل در زمان قاجار بوده، دوره قاجار. بعد بابای شما اینجا خان این منطقه بودن، درسته؟ خان ما نمیگیم، بزرگ بودن. بزرگ این منطقه بودن. آقا بزرگ بودن. بعد و به شما بگم که این خونه الان استفاده مسکونی داره، خودتون زندگی میکنید؟ آره. بعد میراث هم که اینجا این مقدار مرمت کرده و کلا راجع به گذشته این خونه ما توضیح میدید؟ گذشته این خونه پدرم خدا رحمت کنه 2 تا زن داشتن، 10 تا بچه، 5 تا پسر، 5 تا دختر. و برخلاف بعضیا که در شهر ما دختر رو نمیذاشتن برن مدرسه، آقام دختراشون رو مدرسه فرستاد تا اینجایی که بود، تا کلاس 6 که درس خوندن. پسراشون که تا کلاس ابتدایی رو که اینجا خوندن دیگه بعد بیرجان براشون یه خانه میگرفتن، یک میذاشتن تحصیل کنن. یک آقایی هم باشون برای که غذا اینا درست کنه بودن. بازم نمیدونم تا چند بودک بردن تهران همون تو خانه گرفتن درس خوندن. خلاصه برای خودشون بعضیا رفتن بودم دیگه. ما دختران نه دیگه، ما نذاشتن. بعد برای تحصیل اون موقع چیکار میکردین؟ کجا میرفتین درس میخوندین؟ کجا؟ مدرسه پایین هست تو همین سربیشه؟ آره مدرسه شوکتی بود، بعداً شد الان طالقانی هست. الان که ماشاءالله 7-10 دام بگی هست مدرسه داره. آره اون وقت من یکی ولی پس اون موقع هم تو سربیشه مدرسه داشتیم. آره ولی دختر پسر با هم بودم. من خودم 4 تا دختر بودیم که ما صف اول می نشستیم که تا 4 یادمه. آقا پسران پشت سر ما. الان بیشتری هستن. خیلی عالی. ما خیلی خوشحال شدیم صحبت کردم با شما. ما خانم یاوری از ما استقبال خیلی گرمی هم کردن. شما اگه سربیشه اومدین میتونن بیان منزل رو ببینن؟ کسی از هر جای این ویدیو رو داره میبینه؟ او خیلی نگاه کنه قبل از انقلاب که عید دیگه جا نبود از بعد که میآمدن. حتی یعنی گردشگرا اینا آره حتی از فرانسه آورده بود، آقای بابا آورده بود، از آمریکای خانم آقای آورده بودن. خیلی عجیب بود. نشستن چای می‌خوردن. خب ما راست داری با قوری چایی که میایم این بنده خدا نسبت خودو با ایتوری میکنه که باید پر کنی. من که باید پر کنی. مثلا خیلی از حتی اصفهان هم که میاد ما میگن باشه، میگن نه این خانه شما میگن ارزشش خوبه زیاده ولی ما نمیدونیم چیه، چون که میراث ما میدونی که یکی دیگه که حالا این آقایی که الان وزیر چی شدن میراث شدن یک حرفی زد که من حرفش رو قبول ندارم. گفت ما فقط برای چیزا ما کارشناس ها رو قبول داریم. کارشناس چون چیه؟ کارشناس امنیه که نیست، کارشناس دادگستری. یه روز ما اینجا بودم، شوهرم بود، دیدم یک آقای 2 تا آمدن. اون یکی به یکی گفت متر رو بگید، اینجا رو متر میکنه. گفت صدا بالا گفت آقا چه کار میکنی؟ گفت ما گفتم بری یه خونه خشتگری رو در سربیشه متر کن. من گفتم آقا مثلا اشتباه کردی، شما رو من 1000 تا خانه خشتگری در سربیشه به شما معرفی میکردم. این خونه خشتگری نیست، این خونه میثاق ارزش داره. بیاید ببینید داخل خونه که شد به جایی که نگاه کنه اون وقت ترک داشت. این ترک داره. این آقای کی بود؟ آقای اسمش هم نمیگم دیگه میشه. خلاصه این رفته اون وقت به یه قیمت تقریبی خیلی پایین زده. خیلی پایینه که بگم چی بگم به شما، آشپزخانه 12 متری بدون خالی نمیشه. اصلا به شما میگم این خونه اصلا قیمت نداره، این ارزشمنده. چرا؟ اگر از یزد بیارن کسی که ارزش این کارو میکنه. الان یکی آمده بود که کارشناس که آمده داشت اینا چی میکرد، او تقریبا گفت 12 میلیارد بیشتره. یه چیزی هم که والا به ما نشون دادیم، ما تصویرش هم میذاریم، این نقاشی رو که دور خونه بود، اینا رو گفتین کی کشیده؟ اینا آقای وزیری اینا پایین امضا کرده. الان با خیلی اینجوری قشنگه با طلای خط طلا امضا کرده. وزیری نامیه، ولی از طرف میراث که آقای سیامک صحبت میکرد او با این شاگرد آقای کمال‌الملک اگر او باشه که خود دیگه پس خیلی ارزشمنده. ولی فقط امضا شده اونجا کرده. در اون منزل او اتاق خیلی 24 متری بود. او نه که آقام 2 تا زن که بود، اون که اندرونی بود، این بیرونی بود. مهمانا توی میمدن، ما بچه‌ها خیلی بودیم، 7 تا بچه از زن بودیم. تو وقتی طوری بود. دیگه الان خب 5 تا رفتن، 2 تا 2 خواهرام. آره یه سری تصویرام ما از انبار شما گرفتیم. یه سری خمرات تو انبار شما بود، اونا گفتیم برای آرده. آره یه 5 تا بود، خمرات خیلی بزرگی بود. بله هر کدوم
نه که ما بیرجان خود سنگ ما یکیه به حساب 3 کیلو کامل نیست. 5 خروار هر کدوم آرد میگیره. اینا 6 تا بوده. این 6 تا به 2 بار در سال پر میشده. خرج اون سال این منزل حالا شاید این منطقه بود. نه منزل فقط منزل کارگرا چون رسم می آمدن صبح جارو میکردن یکی رخت میشست نون میپخت بعد از غذاشو میخوردن. خب وقتی میخواستم برم 2 تا نون میبردم بهش 2 تا موزشون 2 تا نون بود اون زمان 2 تا نون میبردن و نونم هر کسی نون خانی ما الان بیشتر یا که نونوا ما که میرفتن باز خودشون گفتن مردم شهر میومدن اونا رو میخرد چون پول به نونوا نمیداریم هر تنور 2 تا نون میکردن. مثل حالا نیست که یک جارویی بکنم 100 تومن مثلا ما بدن اینجا جارو میکنن مگر بکنن. ولی خود چی میخواستم بگم دیگه چون که گوسفند زیاد داشتیم از اینایی که شما دیدی یکی مال گندم بود یکی مال جو بود یعنی برای سگم روز نیم من جو برای حیونا نه برای سگ یک گنده درست میکرد چوپان برای روزش نیم من جو بود نیم من آرد گندم برای چوپان میکشن. چوپانم همیشه تمام ساله بود تا میرفتن تا تربت ایدالیت اونجا رنه 400 تایی رو خیلی زیاد میبردن. چوپان بود یکی بود همکارش بود یک مثلا میخوان یک الاغ داشتن بارشون یک سری هم داشتن. میرفتن تا 14 عید فروردین روز فروردین چاه داشتن. وقت همه خود سریش ما از اقوام خیلی بودن 5-6 تا چای آب داشتن و مرتع داشتن. گوسفنداشون میبردن اونجا. روز 14 فروردین اون رمه میرسید اینقدر میرفتن اینا در توی خرداد گمانم تو همین موقع اینقدر دور میبردن این گله میبردن میرفتن دیگه. بعد از اینجا براشون مفت خرجی یعنی آرد جو و آرد گندم خودشون برای خودشون دیگه نون میپختن تو گله و شیرش هم میخوردن اینا بود. می آمد روز 14 فروردین 3 ماه ما میرفتیم چادر سیاه میزدن چادر اربابی یا چادر بزرگا مثلا فامیلا ما میگفتن چادر قد با پلاس با موی گوسفند پلاسای مشکی آره همینجا اینجا میبافتن زنا مخصوص. بعد ما تو زندگی میکردیم فقط یک چادر سفید بود آقا برای مهماناشون داشتن که مهمان غریب و جمعه محال بود از بیرجن نیان که هم سرشیر بخورن هم کرب ببرن و وقت راست نمی شاقی گلی هم کسی هدیه نمی آورد و خلاصه خوب بود. مهمان همیشه خسته شدی دست قربون شما دست خسته شدید.